از اون سمت اتاقهای رنگ شده وارد میشه. نایلون هایی که میبینید کاورهای بدنه‌ای هستند که محافظت میکنن که وقتی پرسنل دارن اسمبلینگ انجام میدن خط و خشی روی بدنه نیفته. مراحل مختلف اسمبلینگ در هر استیشن یا ایستگاه انجام میشه. فرض بفرمایید داشبورد و متعلقات داشبورد اینجا از طریق هولدرها وارد اتاق میشه، نصب میشه. شاسی رو داریم که دوستان دارن زحمت میکشن، گیربکس و موتور و متعلقات مربوط به شاسی رو اتچ میکنن روی همین کانوایر تولیدی. این خودرو میره جلو تا میرسه به مرحله‌ای که قرار اتاق و شاسی به همدیگه وصل بشن. بخش بار اومده پایین، الان فیکسچرها رو میبندن، فیکسش میکنن. این سری سیمکشی مثل سیمکشی مربوط به چراغ‌های عقب و این خودرو میره برای مرحله بعدی که قرار کابین اتچ شه به قسمت بار. از اون بخش که نیمتنه عقبی بارگذاری شد میاد اینجا، از طریق اون لانچر کناری اتاق میاد و حالا ما دیگه تیکه جلوی کابین رو هم نصب شده داریم.